امروز همه فرای غم اندوه است به خاطری که یک شخصیت هنر یکی از شخصیت‌های بسیار برجسته هنر سیف تاجیکی ملی مردم ما علاءالدین جان که امروز از بین ما راه سفر آخرت را اختیار پیشه کردند. این هم تو یک جنازه عادی و هم تو یک مردن عادی نیست. این یکی از پایه های زبردست صنعت تاجیک، علاخصوص صنعت شیرینکاری و شیرین گفتاری و بسیار بالیده برداری دل مردم، بسیار صنعت تلفات نهایت گران. علاءالدین یکی از هنرمندان بسیار صاحب ذوق، استعداد فوق العاده عالی داشت. علاءالدین یک خود از جواب یک دسته مکمل هنرمندان رو عوض کرده میتوانست. علاءالدین در یک نمایشنامه چند نقش ها را بازی میکرد و هر کدام آنها را با یک نزاکت مخصوص اجرا میکرد. علاءالدین صاحب دلی بسیار بزرگ بود، دلی گشاد، انسان بسیار حلیم و مهربان. ما در همین جشن نوروزی که در پیش ایستاده است و در ناحیه جلال‌الدین بلخی باید بگذرد، جشن جمهوریوی نوروز، ما چند مرتبه به هم ناحیه بلخی و هم به شهر باختر آمده بودیم، با راهبران ولایت سر این موضوع صحبت‌ها داشتیم و هر دفعه علاءالدین ما همراهی میکرد. آخرین بار گفت که در همین برنامه نمایش‌های حجبی بسیارند، چند نمره های حجبی هستند، یا کم برآمد نکنم. من گفتم نه، تو برآمد میکنی، تیار شو، یگان سرود حجبی نوروزی تیار کن با همراهی همه هنرمندا، یک جایه برآمد میکنید و به تو نمیشود این چاره بینی. گفت خیر من میکنم که بعد میبینید. من گفتم که تو تیار کن، من حتما میبینم این باید وارد میکنیم به برنامه نوروز این ساله. متاسفانه این همیشه Mikrofon abi kan.